فطرت به چی شناخته میشد؟ به همون علامت های فطرت. اولا معنای فطرت چیست؟ ما فطره داریم، دو نقطه فطره داریم. فطره پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن كل مولود یولد على فطره فابواه یهودانی او یمجسانی او ینصرانی. همه کودک به فطرت تولد میشود. فطرت یعنی مائل به اسلام. در هر یک کودکی تولد شده در قلبش اسلام است، یعنی یکتاپرستی را میخواهد، محبت الله است، مائل به حق است، مائل به توحید است. یعنی وقتی که کودک تولد شد در دل کودک اصلا یگان بدی نیست، یگان بدی نیست، اما خوبی هست. الله کودک رو وقتی که سبحان الله حیات میدهد و کودک تولد میشود، قلب کودک مثل شیر سفید است، یعنی از همه بدی پاک است. اما رحمت الله بین که به همین کودک الله به قلبش فطرت میدهد. فطرت رو سلف صالح گفتن اسلام. یعنی اسلام چی معنا؟ یعنی اینکه در قلبش در کودکیش این میداند که الله یکتا هست و این مائل به یکتا پرستی است، مائل به شریعت الله است، مائل به اطاعت قرآن و سنت است. این اسلام است. اما معنای سخن این نه که فرزند کافر وقتی که تولد شد ما برای مسلمان بگیم. نه، کودک حکمش حکم پدرش است. هر کودک که تولد می شود، همه کودک تولد شده به فطرت تولد می شود. مسلمان تولد می شود نمیگیم، به اسلام، یعنی در قلبش تسلیم به الله میخواد، میداند که خالق در بالا هست و یکتاپرستی را میخواهد. اما پدر و مادرش اینا اویسته تعلیم داده، یا یهودی یا نصرانی یا مجوسی میکنند. اما خودی همین کودک ما کی مسلمان میگیم؟ کودک تولد شده را پدریش نظر میکنیم. پدر کودک مسلمان است، از این مراد که کودک مسلمان است. پدر کودک یهودی یا نصرانی است، حکمش در این دنیا کافر است. اما در آخرت حکم کودک کافر هم، حکم کودک یهود، نصارا، مجوس، در این دنیا کافر میگیم کودک را، اما در آخرت این از حکمش حکم اهل فتره هست. اهل فتره همین که یعنی به او هیچ حجت نرسید، کودک بود نفهمید. الله کودکای کافر در این دنیا گفت حکمش کافر است، در آخرت امتحان میگیرد. امتحان. بسیار کودکای یهود، نصارا، مجوس، مشرکین در آخرت اگر از امتحان گذرند البته که از اهل جنت میشن. اگر از امتحان الله گذرند از اهل جنت میشن، نگذرند از اهل جهنم میشن. این درباره فطرت است. اما فطرت یک انسان به چی میشناسیم؟ ما مثلا میگیم که فطرتش نابود شده است، این بی فطرت است. ما فطرت به زبان تاجیکی وجدان میگیم. یعنی تاجیکی به بسیار مردم ما فطرت به عرف عادتی ما به وجدان گردوندن. فطرت برادر عزیزم، ما یک درس داشتیم شاید 10 سال پیش وقتی که فقه شروع کردیم، فطرت، و انشاءالله ما با انمون در کتاب فقه المیسر که حالا در فقه درس داده شدیم در همین هم باب فطرت میبود. انسان یک عملهای مخصوصی دارد که با همین فهمیده میشد که فطرت انسان سالم است یا فطرت انسان یعنی از دست رفت. برای که فطرت آهسته آهسته نابود شدنش هم ممکن است. انسان خبیث شده خیلی هم انسانی بد شود نابود میشد. فطرت از چی شناخته میشد؟ انسان پاک بودنش از فطرت است. انسانی که ناپاک است، خیلی هم بویناک است، انسانی افلاس است، این فطرتش تغییر یافت. زیرا که الله به درون هر یک کودکی که تولد می شود پاکی را دوست داشتن، بوی بد دیدن جو کرده است. همین کودک هم بد میگه، او بوی بد میگه میره دویده، پاکی را نغز میبیند. این از فطرت است. مردای فطرتش موی لب پست کردن، ریش گذاشتن از فطرت است. کسی که موی لب بلند کرده میموند، موی لبش به دهانش میدراید یا همین خیلی نوگاهش به مشورت، این فطرتش ویران شد. این مخالف فطرت، همون فطرتی که الله به درون انسان ها گذاشته بود. مردهای فطرتش همین که همین کودک هم این کار بد میبیند. پاک کردن دهان از فطرت است. پاک کردن انسان خودش از نجاست از فطرت است. اگر حاجت خانه رود خودش بعد از قضای حاجت پاک کردن از فطرت است. بوی خوش دوست داشتن از فطرت است. مرد بودن و مرد بازی نکردن و به جانب زن، یعنی زن دلش کشیدن و زن به نکاحش برفتن، این از فطرت است. امروز مرد بازهایی که هست، همجنسگرایی که هست، اینا به زبان روسی گلوبوی میگن.
اعوذ بالله من ذلك، پناه به الله، بدترین مردم در بالای زمین که هم مشرک هستند و هم همچین عملها را میکنند، اینها یا که اگر اعوذ بالله خودش مسلمان گفته این کار کرد، این با بدترین، یکی از بدترین گناه است، گناه های کبیره بدترین است، از شرک و کفر پایین‌تر باشد، که قوم لوط علیه السلام انا همچین عمل میکردن که الله چگونه غضب کرد. اینم مخالف به فطرت است. فطرت یک انسان، فطرتش اگر سالم باشد نباید مرد باز و زن باز. کسی که این کار کرد فطرتش هم بد شده است. انا اینا همیشه است فطرت است. یعنی مرد خودش مردانوار نگاه داشتن، زن خودش زنانه نگاه داشتن، این از فطرت است. اما مرد بیاد خودش زن بمونن که، زن خودش بیاد مرد بمونن که، این تغییرات فطرت است. این چیزها را فطرت میگن. این توحید هم از فطرت است. توحید هم از فطرت است که ما باید این صحبت بکنیم، زیرا که فطرت اصلش توحید یکتاپرستی است. کسی که اومد مشرک شد مخالف فطرت برآمد، مخالف اصلی خلقت برآمد. بارک الله فیکم. انا کنون بله سوال دویمه ارسال کنید. بارک الله فیک. و اهل فطره کی ها هستند؟ فطره ما بار دیگر میگیم فطا توکتی فی طاره هست و فتره هست. فطره این همون کودکات تو بلاغت برسیدن، اینو فطرت میگه، اینو اهل فطرتند. فطرت در قلب اینو است. اما پدر مادرش اینو رو آهسته دیگر کرده، بیرون کرد، اینو از اهل فطرت میبرد. کودکات در این چیز هستند، دادن فطرت دارن، فطرتشون پاک است دیگه. اما این عملهایی که ما گفتیم عملهایی که علامت از فطرت میکند. اما اگر شما اهل فطره کی هستند بگید، سوال شما درست است. بار دیگر میگم بسیار برادران و خواهران ما دو چیز از هم دیگر جدا کرده نمیتونند. طاقتی فطرت فطرت این دیگه چیز. این اسلامی که کودک به این تولد، هر کودک به اسلام تولد میشد، تو پدر مادرش تغییر دادن در قلبش اسلام است، این فطرت است. اما فترت یک مدتی که در همین مدت حق پنهان می شود، در یک منطقه نابود می شود، مردم از حق دور می شوند و انا همین مردم اهل فتره می شوند. اهل فتره گفته کیها را گفته می شود؟ انا این چنین سوال است. اهل فطره گفته کیها گفته می شوند؟ نمیگوید آدم. اهل فتره گفته کی گفته می شود؟ بار دیگر میگیم فتره دیگر چیز است، فطره دیگر چیز است. فطره این اسلامی که در قلب هر یک کودک تولد شده هست. فتره این یک مدتی که انسان‌ها در این مدت جاهل میمونند و حکم اینها چی است؟ در این دنیا کافر و در آخرت اینها امتحان میشن. اینا کی هستند؟ اینا چند قسم هستند؟ اینها بله اینها یکمیش کودکای کفر. همه کودکای کفر که ما میگیم به فطرت تولد شدند، اینها اهل فتره هستند. همه کودکای کفری که به سن تمیز، به سن 10 ساله 11 12 ساله بلاغت نرسیدند و وفات کردند، اسلام نفهمیدند، کودک بود، اگر نام اسلام بیاد هم علاج فهمیدن نداشت، کودک است، کودک فهمیش ندارد. و فرزندی مثلا یهود، نصارا، مجوس، یک ملحد اتئیست فرزندش کودک وفات کرد، این کودک حکمش چی است؟ در این دنیا کافر، در آخرت امتحان می شود، بعد یا جهنمی یا جنتی می شود. یک اگر کودکای کافر ما جهنمی ابدی نمیگیم، یا کودکای کافر خاک شده نابود شده میروند نمیگیم، یا کودکای کافر در جنت خدمتگار مسلمان ها نمیگیم. چه که البته همچین قولا هست. ابن القیم الجوزی در کتاب احکام اهل الذمه 7 قول ذکر میکرد. قول راجح همین است که کودکای کافر اهل فتره هستند. اینها که پیش از مکلف شدن وفات کردند، الله روز قیامت اینها را امتحان میکرد. اهل فتره کیا هستند؟ به اجماع علما اهل فتره همون کسایی هستند که در این دنیا کافر و مشرک گفته میشن، اما در آخرت اینها جهنمی یا جنتی نه، بلکه امتحان کرده میشن. الله در روز قیامت اینها را میسنجد، بعد از سنجش یا جنتی و دوزخی میشن. یکمینشون کودکای کفر، دومینشون کفاری که کودک نه، کلونسال، یهود، نصارا، مجوس و غیره، کلونسال های کفاری که حالا به اسلام داخل نشدند،
به شرط اینها اهل فتره میشن که کلمه اسلام، نام اسلام، یعنی یک دین به نام اسلام است گفتگی چیز حتی نشنیده باشد، اصلا درباره دین اسلام هیچ چیز نشنیده باشند، در این حالت اینها اهل فتره، در این دنیا کافر، مثلا یهود، نصارا، مجوس، مشرک، در این دنیا مشرک است، کافر است، در روز قیامت اینها امتحان میشوند. برای چی؟ در اساس حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که گفتند ما یسمع بی یهودی ولا نصرانی ثم لا یؤمن بما ارسلت به او جئت به فمات فهو فی النار. یگان نفر از یهودی و نصرانی مرا میشنود و بعد از شنیدن من ایمان نمی آورد، به همون چیزی که من آوردم ایمان نمی آورد و ایمان نآورده وفات میکند، جهنمی است، ابد جهنمی میشد. یعنی وقتی که فهمید که محمد رسول الله گفتن پیامبر آمدند و ایمان نآورد، وقتی که فهمید که یک دین به نام دین اسلام است ایمان نآورد، کفر نکرد، این کافر در این دنیا و آخرت است، این جهنمی است. حجت رسیدن به کفار همین نام اسلام رسیدن است. نام اسلام، یک دین به نام اسلام آمد گفته رسید، کفر نکرد، همین حجت است، جهنمی است، ابد در جهنم است. اما همین هم نشنید، اصلا نشنید که یک دین نو بعد از خریستیان، نصرانی، بعد از اهل کتاب به دین اسلام گفتن دین است، گفتن گپی رو نشنید، از پیامبر ما خبر پیدا نکرد، هیچ کلمه، این انسان اهل فتره گفته میشد، یهود و نصارا. حدیثی که گفته روایت مسلم بود صحیح بود. یعنی شرط ابدالابد سوختن کفار در آتش دوزخ به شرطی که نام اسلام رو شنیده باشد. این دو. برای همین علما میگن که اینترنتی که امروز میبینید برادر عزیز، انا همین اینترنت این یک رحمت الله برای مسلمان ها است که دعوت میکنن به واسطش و یک اینچنین قائم کردن حجت برای کفار است. امروز همه کفاری که در روی عالم هستند میدونند که یک دین به نام دین اسلام است. به واسطه چی؟ به واسطه اینترنت. یوتیوب دارد، اخبارها را میبیند. همه یهود و نصارا امروز کسایی که اینترنت دارند اسلام گفتن دین میدونند، حتی اسلام قرآن دارد، پیام، همه چیز با خبر هستند. قیام حجت برای اونها شده است، وفات کنند جهنمی است. و همین سخن علما بگن امروز قیام حجت است، میگن همین. دومین نمود اهل فتره همین ها هستند که اسلام نومش نفهمیدن، وفات کردند. سومین اهل فتره کسانی هستند که خود را به اسلام نسبت میدهند، میگن که ما مسلمانیم، الحمدلله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، میگن، حتی نماز هم میخونند، اما یعنی اسلام کمتر فهمیدن، اما اینقدر جاهل سختند، اینقدر شرایط آموزش ندارند، حرکت میکنند، شب روز حرکت میکنند که دین آموزند، لیکن یگان حالت آموزش نیست. نه عالم دارند، نه یگان واسطه دارند که به واسطه او علم آموزند، نه کتاب است، نه اینترنت است، نه عالم است، هیچ چیز نیست. در یک پهلوی کوه از همه دنیا معزول و جدا شده زندگی میکنند. اینها خود مسلمان میگویند لیکن شرک میکنند. اینها اهل فتره هستند. برای شما تاجیک ها مثال عادی و خیلی ضرور، در وقتی که کمونیست ها آمدند تاجیکستان رو از مسلمان ها، تاجیکستان آسیای مرکزی در اون وقت خانگری و غیره و غیره، یک کشوری مسلمانی بود، دولت اسلامی بود، زدند و گرفتند، مردم بلکاده کردند، محکم کردند، از دیگر کشورهای مسلمانی جدا کردند، علماها را بردند به روسیه سیبیر کلک کردند و بردند و قتل کردند، طالب علم معده شده ها را به درون تورمه انداختند، نابود کردند، مردم به دعوت های گوناگون به کفر شرک بردند، از اسلام تماما دورشون کردند. حالت چنان به حالت رسیدن که مردم تاجیک، ازبک، قزاق، قرغیز، تتر، این بیچاره ها همشون پدرشون مسلمان های خیلی خوب بودند، لیکن طبقه اولی که پدرها بودند به اسلام اگر دانسته وفات کرده باشند هم فرزندهای اونها رو، وقتی که اولین فرزندهایی که به مکتب‌های این ملحدین روس رفتند 60 سال و 70 سال پیش در درون مکتب اتئیستی را تعلیم دادند و اینها را
از علما دور کردن. علما نیست، اینترنت نیست، سفر کردن ممکن نیست، یک کسی میپرسیدگی نیست، هیچی از دین نیست. اما بیچاره مردم خودش مسلمان میگفت. مردم تاجیک تا این درجه جهل در تاجیکستان و در آسیا مرکزی منتشر شد به واسطه این ملحدین کفار که میگفتن که من مسلمانی کمونیست هستم. یعنی کمونیست عادتا معلوم است که کمونیست یعنی اتئیست، یعنی من اتئیستی مسلمان هستم میگفتن. تا این درجه جهل منتشر شد. عالم نیست، اینترنت نیست، علاج سفر کردن نیست برای آموزش. اینها در این حالت حکمشان چی بود؟ کفر شرک میکردند. نماز نیست، کفر شرک منتشر، کفر میکنند، قبر پرستی، مزار پرستی با مسلمان، کفار مشرکین. اینا کفار مشرکین بودن، همچنین کسایی که اسلام نمیفهمند، اما حکمشان اهل فتره است. در همین منطقه حکم اهل فتره بود، برای که اون زمان اینترنت نبود، علاج عالمی نیست، فهمیشی نیست، در جهلی که موندن. اگر این چنین انسان ها اگر خودشون مسلمان گفته وفات کرده باشند در این دنیا که اگر کفر شرک کردند، اینها حکمشون کفار مشرکین بود، در آخرت امتحان میشوند. امتحان میشن، اهل فتره گفته میشد. این یک قسم اهل فتره. و ما میگیم کسایی که میگیم بارک الله فیکم امروز شرک و کفر میکنند، جاهل هستند، علاج فهمیدن نیست، اینها حکمشون اهل فتره است. اهل فتره کی هستند؟ به اجماع حکم اهل فتره، به اجماع همه علما، اهل فتره در این دنیا کافر و مشرک و در آخرت امتحان کرده میشد. به اجماع، اختلاف نیست. اما حاضر آیا همچنین حالت است؟ والله اعلم. امروز حالت دنیا خیلی دیگر شد. الله سبحانه و تعالی به واسطه اینترنت تمام این دنیا را عوض کرد. امروز کسی که در دستش تلفن هست، یوتیوب میدارد، همه چیز کفت کوکر دیده میتواند، اسلام زند 1000 نمود به 1000 زبان میبرد، کتاب ها هست، سوال و جواب هست. این آیا از اهل فتره میشد اگر شرک کند؟ از اهل فتره نمیشد، این مشرک است در این دنیا و آخرت. الله المستعان. این بود نمودهای اهل فتره.